سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران محترم، یک چیز گفتم با شما برسونم، بسیار فایده داره برای کسایی که ترکیه میآیند. مثال ما در منطقه حاضر اکثرای این منطقه لالی نام داره، پشت من یعنی اون طرف اکثرای نام داره، اون طرف اکثرای نام داره برادرها تماشابینا. خب کسانی که ترکیه میایند برای پول علیش کردن سراسیمه نشوین. در اون طرف بسیار ارزانه، یعنی شما ضرر میکنین. اگر در طرف اکثرای میده کنین ضرر میکنین. برای همون پول میده کردن در ایرپورت یا که آمدن در یک جا دیدین در اومده علوش نکنین. پولو یک کمی مقصد چرخ بزنین، یک کمی راه بگردین. از اون طرف تا این طرف 100 متر هست یا نیست؟ نه که این طرف میای یک 18150 میشوه $100. 100 متر پایان سراسیمش اگر میده کنی 17000 و چند سوم یا تقریبا 70-80 لیره ضرر میکنی. مثلا آدمی که $1000 اگر پول میده کنه، $1000 پول میده کنه، مثال بسیار ضرر کلان میکنه برای میده کردن. برای همین برادرها تماشابینا کسانی که ترکیه میین برای پول علیش کردن سراسیمه نشین، یک گم وقت سراسیمه نشوین. یک کم که راه بگردین انشالله فرقیت در جاش میبینیم. مثلا حاضر دوری بعد نمیریم، همین خط در اینجا نویسته یک 18150 20 متر پایان نویسته 18012. یعنی بینین که در همین خط فرق کرده است. 18150 پایان ده 18000 رون 18000 پایان ترک طرف پایان میریم. اگر اون طرف بینیم در اون طرف با 17000 و چند سومن. در همون یکم وقت سراسیمه نشوین، همه وقت یعنی چرخ بزنین، تماشا کنین، بینین در کجا چقدر فرق میکنه و از همونجا انشالله که میده کنین. باقی در امان الله باشین، سربلند باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.